ضمن نشست مطبوعاتی در کمیته کارباز زنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان راهبری کمیته به سمین نمایندگانی وسایل اخباری عامه رسانید که در دوم سال 2025 کمیته به تحکیم ارزش‌های عائله‌داری، بالا بردن مقام زن و حفظ فرهنگ ملی روانه گردیده با نتیجه‌های نظر از جمع بست گردید. در دوره حساباتی کمیته کارباز زنان و عائله یک قطار تدبیرهای مهم را در سمت تطبیق سیاست دولتی عملی نمود. از جمله یادداشت‌های تفاهم با نایب پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران به امضا رسید و شورای بین اداروی عاید به پیشگیری زورآوری در عائله با قرارهای حکومت جمهوری تاجیکستان تأسیس داده شد که به تقویت هماهنگی ساختارها در این سمت مساعدت می‌نماید با مقصد پیشگیری نیکوهای برمحل، پاشخوری عائله‌ها، زورآوری خانوادگی و جنایتکاری توسط اصولهای خانه به خانه، دهه به دهه و مکتب به مکتب با بیش از 430,000 عائله کارهای فهماندهی انجام داده شدند. این چاره‌بینی‌ها به بلند شدن معرفت حقوقی و اجتماعی اهالی مساعدت می‌نمایند. در دایره کاروان مادران وحدت‌سرا در شهر و ناحیه‌های کشور ده‌ها واخوری برگزار گردیده، نقش زنان در تحکیم صلح و وحدت و ثبات جامعه ترغیب گردید. همزمان سمینارها، فورم، فستیوال و چاره‌بینی‌های معرفتی راه‌اندازی شدند که به حفظ ارزش‌های ملی، فرهنگ عائله‌داری و پیشگیری خرافات پرستی روانه بودند. با مقصد احیای فرهنگ ملی و طرز لباسپوشی تاجیکانه، عکسیه‌های تاجیکانه می‌پوشیم و زن مظهر پاکیزگی برگزار شدند. در سمت رشد صاحبکاری زنان نیز دستگیری دولتی تقویت یافته. در سال 2025 برای لایحه‌های زنان و بانوان صاحبکار مبلغ‌های گرانتی جدا گردیدند و قبول لایحه‌ها به کمیسیون آزمون ادامه دارند. هرچند دستاوردها نظررسند، مسئولین تاکید می‌نمایند که برای برطرف نمودن کمبودی‌ها و گسترش دستگیری اجتماعی زنان هنوز تدبیرهای علاوه‌ای ضرورند. فعالیت کمیته کارباز زنان و عائله نشان می‌دهد که سیاست دولتی در این سمت می‌تواند با تحکیم پایه‌های جامعه، رشد اجتماعی و بالاروی مقام زن در کشور مساعدت واقعی نماید.